شنونده که به طور زنده و مستقیم روی خط میاریم از ایران هست مجید. سلام میکنم به شما مجید عزیز. درود بر شما. آقای مجید شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که یه سوال خیلی ساده، به نظر شما آیا برگزاری نشست غیر متعهدها در تهران و ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد رو یک شکست تلقی میکنید با توجه به صحبتایی که در تهران شد یا یک پیروزی با توجه به جمع‌آوری این همه افراد بلندپایه در ایران؟ بله، به نظر بنده اصل همین جمع شدن این سران در ایران علیرغم این تحریم ها و این تبلیغاتی که آمریکا و کشورهای غربی کردن یه موفقیت خیلی بزرگه و این یک مشت محکمی بود اون کسایی که میگفتن ایران در انزواست. و باز مشت محکمتر اینجا بود که وقتی سران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مواضع خودشون رو گفتن، هیچ نفری نفس نکشید و همه پا شدن، تایید کردن، تشویق کردن. این نشون میده اسرائیل در انزواست و این نشون داد که جمهوری اسلامی مواضعش در دل ملت‌ها و کشورهای مستقلی که غیر متحدن به غرب و آمریکا و ابرقدرت‌ها در دل اونها جا داره. اما البته آقای بان کی مون انتقادهایی داره که این معلوم میشه دیکته شده از طرف استکبار و آمریکاست، حق داره اونها رو بزنه. آقای مرسی هم به هر حال اولین دولت و اولین حکومت چه بعد به هر حال قولای آمریکا بهش داده، یه چیزی هم براش کرده. آقای مجید عزیز اینه که آقای مرسی بفرمایید. آقای مرسی اگه شما میخواد واقعا طرفدار مردم سوریه باشید، شما انقلاب کردید تو مصر، خیلی زیبا بود، همه مردم، همه ملت ها و دولت ها شما رو تشویق کردن. چرا؟ چون بدون اسلحه اومدید در میدان و با شعار و با اون میدان تحریرتون تونستید چیکار کنید؟ آزاد کنید مصر تو اون تجمع‌های مسالمت آمیز. ولی آیا در سوریه این اتفاق ها میفته؟ خب ببینید در سوریه آقای مجید عزیز اجازه میدید اسلحه‌ای که آمریکا به شما داره میده به این اخوان المسلمین مصر، اینها رو شما ندیدید آقای مرسی؟ آقای مجید عزیز آقای مجید عزیز، اولا در سوریه که به هر حال اتفاقی که افتاد این بودش که مخالفت‌ها از تظاهرات مسالمت‌آمیز شروع شد با بالا گرفتن خشونت‌ها در سوریه، خشونت‌ها در از طرف مخالفان هم بالا گرفت، همون اتفاقی که به عنوان مثال در لیبی هم افتاد. ولی از طرف دیگه چیزی که می‌خواستم از شما اجازه بدید، بحث ما این نیستش. اجازه میدید من سوالام بپرسم ازتون یا خب اجازه میدید من یه سوال ازتون بپرسم. شما میگید که مواضع جمهوری اسلامی مورد استقبال حضار قرار گرفت اونجا در قبال اسرائیل. در مورد سوریه چی فکر می‌کنید؟ در مورد سوریه وقتی که آقای مرسی مواضع کاملا مخالف مواضع جمهوری اسلامی رو به زبون آورد در خود تهران، جایی که یکی از به هر حال بزرگترین مدافعان حکومت بشار اسد هست، اون رو چطور برآورد می‌کنید با توجه به اینکه دست کم سران کشورهای عربی که در ایران حضور داشتند با مواضع آقای مرسی نزدیکتر هستند؟ من به آقای مرسی جواب دادم، ولی یک چیزی که باز اتفاق نظر بود، به قول شما خیلی برداشت قشنگی فرمودید، این که واقعا 120 کشور بتونن یک نقطه‌ای رو، یک مطلبی رو اجماع داشته باشن، تفاهم داشته باشن، واقعا به سختیه. ببین این نکته چقدر مهمه که همه اجماع دارن و اون این بود که آقا ساختارهای سازمان بین الملل، سازمان ملل دیگه قابل اعتماد نیست و اینها رو باید تغییر داد. این همه تو سخنرانیاشون گفتن. ممنونم از شما آقای مجید عزیز، متشکرم که شرکت کردید در